سلام عرض میکنم. من ساره هستم، متولد 1366. 8 سال هست که به صورت تمرکزی توی این حوزه دارم کار میکنم. در حال حاضر شغل اصلیم طراحی از لحظه ایده پردازی تا اجرا هستش و همچنین در کنارش اینفلوئنسر دیزاین داخلی هم در فضای مجازی هستم. راستش وقتی که سناریو رو واسه بار اول خوندم این واسه خیلی جذاب بود که خب خیلی متفاوت بود با بقیه معرفی‌هایی که من تا حالا انجام داده بودم و یه داستان خاص و منحصر به فرد کلا واسه این چالش چیده شده بود. این واسه من خیلی جذاب بود. واسه انتخاب میو بازی کن. خب یه چیزی که اصلا انتظارش رو نداشتم، چون من راستش خودم رو واسه چیدمان نشیمن آماده کرده بودم، ولی چیدمان اتاق خواب رو داریم. امیدوارم که یه چیدمان خیلی خوب انجام بدم. چالش شماره 2 به خانم شرفی افتاد که ازشون میخوایم یه اتاق خواب رو برامون دکور کنن. کلا از اول داشتم به این فکر میکردم که خب حالا چون من کلا به خاطر اینکه قرار بود یه پیش زمینه‌ای داشته باشم رفته بودم هم سایت و هم پیج رو چک کرده بودم. 2 تا از مبلا رو انتخاب کردم، توی ذهنم هم کامل چیدمشون و تصمیم گرفتم که کلا از چه آیتم های استفاده کنم که توی قرعه کشی متوجه شدم که باید فضای بدروم رو بچینم. چالش هایی که توی این فضا داریم شامل سطوح مختلفی از متریال های مختلف توی دیواره ها. با وجود اون لوستر و اون رنگ و متریالش باید انتخاب دکور را داشته باشن. ولی اتفاق خوبی که افتاد، از همون اول که وارد شده بودم از یکی از سرویس خوابا خیلی خوشم اومده بود، به خاطر اینکه این سرویس خواب اول اینکه به سبک کانتمپراری خیلی میخورد که سبک مورد علاقه من بود. بعد از اینجایی که من به رنگ مشکی خیلی علاقه دارم، توی این سرویس خواب از پارچه چرم مشکی به شدت براق و خوشگل استفاده شده بود که اصلا با هم اصلا حرف زد اون سرویس خوابه. وقتی که یه برند هستش که داره از 0 تا 100 رو ساپورت میکنه و هم فرنیچر در اختیار من میذاره، هم اکسسوری ها، هم فرش و همه چیز، خب مشکلی نمیمونه دیگه. من با اون تجربه و مهارتی که دارم قطعا میتونم بهترین خودم رو ارائه بدم. بعد اونقدر اینجا تنوع کالا زیاد بود که یه کوچولو هم مضطرب شده بودم. خب فضام یه فضای خیلی بزرگ بود، همه قسمتاش چیدمان شده بود. یکم مضطرب شده بودم که حالا من چی انتخاب کنم بین این همه کالا. به این فکر کردم که حالا من به جای دراور چی میتونم توی این فضا بذارم که هم هماهنگی داشته باشه و هم یه آیتم کاربردی باشه توی فضای اتاق خواب. راکینگ چیر رو دیدم که متریالش خیلی هماهنگ بود با همون سرویس خوابی که من انتخاب کرده بودم و همون پارچه چرم رو داشت. بردم گذاشتمش اونجا و دیدم واو چقدر خوشگل شد، چقدر هماهنگی ایجاد شد و خیلی فضای کاربردی ایجاد کرد.
دیواره چوبی هارمونی خوبی رو ایجاد کردن با انتخاب فرشی که اتفاق افتاد، رویه‌ای که برای رو تختی انتخاب کردن، ترکیب بندی یا هارمونی مناسبی بین چوب، پارکت و رنگ‌های کرم اتفاق افتاد و تاش‌های مشکی که روی کوسن‌ها، روی اکسسوری‌ها وجود داشت، اون هم تونست یه جذابیت بصری خوبی به فضا ببخشه. رنگ مشکی خیلی رنگ پرطرفداری توی چیدمان نیست، یعنی به نظر من آدم‌های خیلی جسور معمولا رنگ مشکی رو انتخاب میکنن، مخصوصا واسه اتاق خواب، چون اتاق خواب قاعدتاً باید ترکیبی از رنگ‌های خیلی اسموت و نرم و ملایم باشه و رنگ‌های خنثی. اولین آیتم اینه که خب ببینیم اون محصولاتی که مورد علاقه ما هست و قراره توی پروژه بذاریم آیا اون برند اصلا داره یا نه. بعد از اون کیفیت کار خیلی واسمون مهمه و یه چیز دیگه که خیلی مهمه است خدمات پس از فروش و آن تایم بودنه، چون ما خیلی از پروژه ها داشتیم کار کردیم توش یه سری آیتما گذاشتیم، چون که وقتی که از لحظه‌ای که حالا اون کالا خریداری میشه تا لحظه‌ای که به دست مشتری میرسه ممکنه هر چقدر پکینگ اون کار خوب باشه، هر چقدر حرفه‌ای انتقالش صورت بگیره، ولی خب ممکنه که مثلا یه آسیبایی ببینه اون کالا و وقتی که یه برندی خدمات پس از فروش نداره کار ما خیلی سخت میشه و ریزالت پروژه ما و نتیجه پروژه ما خیلی طول میکشه. انتخاب اکسسوری ها هم با دقت خوبی جلو رفتن، جاهای مختلف اکسسوری ها رو انتخاب میکردن، میچیدن، دوباره از عقب نگاش میکردن و نشون میداد این تجربه خوبی که دارن میتونه بهشون کمک کنه در چیدمان ها، انتخاب هارمونی مناسب، نقاط شاخصی که خواستن توی اون چیدمان ایجاد کنن و توجهشون به اون مثلث های طلایی. این حسی که از این چالش تونستم موفق بیام بیرون و میدونید از نتیجه کارم خیلی راضی بودم، از ترکیبم، انتخاب رنگ‌ها، انتخاب متریال و اینکه تونستم اون سبکی که مورد علاقم بود رو به تصویر بکشم، این به من خیلی حس خوبی داد. سبک مینیمال رو هم خیلی دوست دارم و بعد از اونم نئوکلاسیک.